ولایت پنجشیر در روزهای پس از عید قربان شاهد حضور گسترده گردشگران داخلی و خارجی بوده است. بر اساس آمار حکومت محلی از پایان عید تا کنون بیش از 150,000 گردشگر داخلی و نزدیک به 80 گردشگر خارجی از این ولایت دیدن کردند. لله الحمد. به سطح ولایت ما سه کمیته را جور کردیم. یک کمیته به سرپرستی شارولی و محیط زیست که اونا امور صفایی و زیبایی شهر نگاه میکنه. یک کمیته دیگه است که به سرپرستی امر بالمعروف سیاحین و مهمانایی که از بیرون میان اونا را برشان اما هدایت لازمی که از طرف ریاست امر بالمعروف میشه اونا را برشان آماده میسازه، برشان متوجهشان میسازه. و یکی کمیته امنیتی است که اونا از دالانسنگ گرفته تا آخرین نقاط پنجشیر اونا امنیتی کل ولایت گرفته و گزمه و پیره و همه سیاحین و مهمانایی که از بیرون میان برشان جاها هم تعیین شده که در فلانی جاها اونا بروند. همونجا جای سیاحتی و مناطق آزاد است، از مناطق مسکونی و مردم دور. الحمدلله کلی ترتیبات گرفته شده، هیچ نوع مشکلی وجود نداره. انشالله کلی افغانا کلی وطندارای ما در فضای امن و امان آمده میتونه. ملت افغانستان کلشان از امنیت سرتاسری افغانستان خصوصا ولایت پنجشیر مطمئن هستند که مردم میان و در اینجا که میان برخورد ملت پنجشیر و مردم پنجشیر اونا هم به سیاحین بسیار محبت آمیز می باشه و خوب استقبالشان میکنه. دیگه الحمدلله می وجه است که امنیت سرتاسری وجود داره، مردم خوب استقبال میکنه و برای مردم هم یک وسیله روزگار و یک وسیله معیشت در اینجا خوب مساعد میشه که سیاحین گردشگرا بیان. الحمدلله وضع بسیار عادی و نرمال است. الحمدلله. والا آب هوای پنجشیر خود که بی‌نظیر است، با کلی که معلوم است یک آب هوای خوب داره و از 34 ولایت که 30 ولایت یا 28 ولایت همینجا آمده. دیگه مردم از غور آمده، از قندار زیاد آمده، از هلمند آمده، از فرا آمده، هرات آمده. دیگه مردم خوش از فضایش آرام است، کسی به کس کار نداره، امنیت تامین است، آب هوایش هم خوبش است. دیگه کلاگی میبینی نمیجا بیروبارا میبینی که کلاگی خوشبخت بیجا ساتری دارن. دیگه داره کس به کس کار نداره، کسی به کس کار نداره. پشتون که تاجک میبینی والیبال داره و قصه داره و دیگه داره ازبک که پشتون داره و کلشان یکی همبستگی و همبیادری و کلش همیجا میبینی که هیچی دارن همراه یک دیگه. ایجاد تسهیلات بیشتر، گسترش هتل‌ها و رستوران‌ها، تأمین امنیت و توسعه راه‌های مواصلاتی از عوامل اصلی افزایش سفرها به این ولایت عنوان می‌شود. افزایش حضور گردشگران رونق چشمگیر به بازارهای محلی پنجشیر بخشیده است و فروش محصولات بومی به ویژه گیلاس، لبنیات و سایر میوه‌جات نیز افزایش یافته است. ولایت ډیر ښایسته ځای دی، الحمدلله څه خبره نشته. انشاءالله ډیر ښایسته خلک دي، ډیر خوندور خلک دي. الله پاک خیر ورکړي چې زموږ د نورو ولایتونو د خلکو سره ښه راغلاست ووایه، نو ډیر ښایسته خلک دي. الله پاک خیر ورکړي. یو ځای مو علاقه پرېښې ګرده منطقې مو وغوښتل، انشاءالله خیر و خیرته کومه خبره نشته. سودا یې مو وکړلې شاوخوا او دا خیلو درې ته ولاړو، خنج ته ولاړو، پیریان ولسوالۍ ته ولاړو، نور حصارک درې ته ولاړو، اشتول درې بازارک ولایت شاه محسود صاحب زیارت ته ورغلو. دا ګرده منطقې مو چې وغوښتلې. ډېر ښایسته ځای دی، خلک یې ډېر ښایسته خلک دي. البته خوی چیزی گیان ساجت و بیان نیست دیگه. امروز پنجشیر فضل خدا مرکز امی ولایت پاراخ رشتش گیلاسش اینمی مردم از مسافرین است، چه از قندار چه از غور چه از میمنه چه زنخوی است. هر جای که اینمیا بازار امروز بسیار بالا بردین نرخشه، بسیار بازار خوب است که مردم امروز میبره و میاره و میخوره. از اینجا میارن تا ویگا صد این چیزا خالی نمیمونه. تبنگا فروش میشه و دیگه میارن، فروش میشه و دیگه میارن. چیزش کابل میره، چیزش با فرانسه و بلغاریا و چکسلواکیا میره، چیزش همینجا فروش میشه. هم امروز سبت ها رو میبینی صاحب که آنان دینه ها بار کنن، بیشتر کلش سبت بار شد رفت با تاجکستان و هندستان و اینجا. اینمی وقتی هست صاحب که
بازار پنجشیر چی هتلش و چی نمی این چیزش کسب کارش کلش بازارش همی رشدش در این روزا بالا رفته. به همین است که میوه پنجشیر خو هرچی که در دیگه جایا میوه هست ولی میوه پنجشیر بالاست، رشدش بالاست، اما این چیزش مزهش بالاست، کیفیتش بالاست. دیگه میوه توت هست، زردالو هست، سیب هست، مگم این مزه و این لذت نداره. همچنان برای شمار زیادی از باشندگان و خصوص جوانان فرصت‌های کاری فراهم شده است. مسئولان محلی این روند را بخشی از تلاش‌ها برای تبدیل شدن پنجشیر به یک مرکز مهم سیاحتی، تجارتی و ترانزیتی می‌دانند. ولایت پنجشیر یکی از ولایت‌های امن‌ترین افغانستان، ولایتی است که الحمدلله یک ولایت ترانزیتی و راه‌های عبور مرور به 3 ولایت دیگر هم داره که فعلا دمی نظام امارت اسلامی راه باز شده به ولایت بدخشان و ولایت تخار و همچنان ولایت نورستان و وطنای ما به این راه بسیار براحت عبور مرور دارند و یک راه بسیار امن و ترانزیت راه ولایت پنجشیر به وطنای ما جور شده. نسبت به سالهای گذشته و حکومت قبلی پنجشیر یک ولایت بسیار منحصر نگهداری شده بود و کسی دل نمیکرد که به ولایت پنجشیر بیاید. لله الحمد فی الحال پنجشیر یک ولایت امن‌ترین افغانستان است و همه هموطنان ما اینجا به خاطر کاروبار و به خاطر کاروبار در معدن‌ها، تجارت، سرمایه گذاری در مارکت ها و دکان ها و همچنان هتل ها اینجا دارن. لله الحمد به سیاحت تعداد زیادی از هموطنان ما است. تمام افغانستان بالخصوص ولایت‌های جنوب و جنوب غرب و مشرقی ولایت‌های گرمسیر افغانستان هستند. زیاد هموطنان ما به سیاحت و به تفریح به ولایت پنجشیر میآیند و از این فضای سرد و دلنشین و آب و دریای پنجشیر لذت میبرند و یک موجی از مردم به پنجشیر باز شده که آمده رایستند و از این فضا لذت میبرند. گردشگران نیز از فضای امن، طبیعت زیبا و مهمان نوازی مردم پنجشیر ابراز رضایت کرده و میگویند که روزهای خوشی را در این ولایت در کنار خانواده و دوستان خود سپری کردند. کارشناسان اقتصادی نیز باور دارند که رشد صنعت گردشگری و معرفی ظرفیت‌های طبیعی و محلی ولایت پنجشیر می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و شکوفایی بیشتر این ولایت داشته باشد.